این حس بیچارت میکنه، هی بهت میگه تو که چیزی نداری، تو که کسی رو نداری، تو که کسی نیستی، تو که چیزی نیستی. از شیطان یعدکم الفقر، دائما میگه نداری 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 نداری، شانس نداری، دوست نداری، اقبال نداری، عقل نداری، فهم نداری. ما چی نداری؟ میلیاردر زمانی تو. فکر کردی من سخنران انگیزشی ام اومدم الان تو رو مثل این بادکنک بادت کنم بری 5 دقیقه دیگه بادت خالی بشه؟ دارم با منبع باد صحبت میکنم. تویی که خودتو قبول نداری، خودت اینقدر از این لیبلای اشتباه و منفی رو خودت زدی، من بدبخت، من احمق، من تنها. اجازه نداری این لیبلا رو خودت بزنی. من عزیز، من شاهزاده، من کریمزاده، من ثروتمندزاده. این لیبلای منفی رو اجازه نداری رو خودت بزنی. توهین داری میکنی به بچه خدا، ایمیج خدا، روح خدا، نور خدا. پول امواجه، دوست خوب امواجه، پارتنر خوب امواجه، فرزند خوب امواجه، همسر خوب امواجه، همسایه خوب امواجه، صابخونه خوب امواجه، مشتری خوب امواجه. ولی اگر اون توی 70 مگاهرتز باشه، تو 20 مگاهرتز باشی، دست اون به تو و dast تو به اون نمیرسه. و شادی این امواج رو تقویت میکنه و شکرگزاری با انسان این کارو میکنه. نگاه نکن به آدمایی که همش نق میزنن، گر میزنن، اخموان، نمیخندن، شاد نیستن، عالم زیبای بچگی رو فراموش کردن کل این دنیا به اندازه 17 ثانیه است. 17 ثانیه ما اومدیم اینجا سری برگردیم. همش گر، نق. من از تو بدتر بودم، منم یه روزی این قوانین رو بلد نبودم، منم گر میزدم، منم نق میزدم. به خدا فهمیدم هر چقدر شکر کنی، هر چی عشق کنی، هر چی شادی کنی، بیشتر بهت میدن.